خب این خبر رو گذاشتم اوایل برنامه نگم چون واقعا حال هممون گرفته میشد و اینا. خبر ناراحت کننده ایه. شبکه من و تو یه اطلاعیه منتشر کرده، گفته ما دیگه پول نداریم و کفگیر به ته دیگ خورد و خلاصه میخوایم تعطیل کنیم. نکنید این کار. پژوهشگاه من و تو رو تعطیل نکنید. این همین گفتن تو خارج به پژوهش و کار علمی اهمیت میدن، پس چی شد؟ پژوهشگاه مهمی رو دارن تعطیل. الان امید پژوهشگر چیکار کنه؟ برگرده بفرمایید شاه، درسته؟ گوجه رنده کنه؟ این هر شب پژوهشش در اختیار ما قرار میداد. الان سالومه بیکار بشه ما کجا بدونیم تروریست کیست؟ بگم همچنین نشستیم خونه یکی از ما میپرسه تروریست کیست؟ دیگه سالومه نیست که به ما بگه تروریست کیست. به کسی یا گروهی که یک نوع تروریسم را قبول داشته باشد میگن تروریست. الان ما اینو ندونیم چیکار کنیم؟ من و تو اینو راحت در اختیار ما قرار نکنید. پژوهش سراها رو تعطیل نکنید. حالا درسته اسرائیل گفته که من کسری بودجه 6 میلیارد دلاری دارم واسه بحث نظامی و اینا، دیگه از کار تبلیغی میخوام کم کنم و اینا. پژوهش شروع نکن. از اونایی شروع کن که گذاشته بودی تعداد آجرایی که فلسطینیا زدن به تو میشمرده، از اونا شروع کن. بگو آقا دیگه 2 نفر وای نستید بشمرید آجرا رو. نون سالومه رو نبر. اون همینجوریش نون نداشت بده به اون سگه که میذاشت تو قاب کنارش. هم سگه 800 قسمت همینجوری افتاد، یه تکون نمیخوره بدبخت. به اون نون نداشت بده بخوره. حالا به همون هم قطع کردی نونشو. پوریا برد. پوریا این وقت هم بفرمایید شام. من فهمیدم این یه چیز دیگه است. این فهمیدم این جمع کرد رفت اینترنشنال. میفهمید اوضاع من و تو خرابه. بفرمایید شام که نهایت دیگه بفرمایید اسرانه میان وعده اینا مثلا میتونن برگزار کنن. جمع کرد رفت اینترنشنال. حالا امید و سالومه و اون یکیاشون اینا همه موندن.